سلام، ملینا ترابی هستم. احتمالاً خیلیاتون منو از اینستا میشناسین. اولین باره که اومدم جلو دوربین و دارم صحبت میکنم. خیلی هیجان دارم و خوشحالم. امروز میخوایم کیک شیر داغ درست کنیم. یه کیک خیلی آسون و خیلی خوشمزه. اولین کاری که قبل از مخلوط کردن مواد انجام میدیم روشن کردن فره. فر باید روی دمای 160 درجه روشن کنیم تا وقتی که این مواد رو مخلوط میکنیم و آماده بشه فر هم داغ بشه. بعد از اون چرب کردن قالب و گذاشتنش توی فریزر هست که خب خیلی نکته مهمیه برای اینکه بعدش کیک راحت از توی قالب در بیاد. الان کره رو به قالب میمالیم که بذاریمش توی فریزر. به این شکل همه قالب رو، اگر قالب میان تهی هست این قسمتش هم کره میمالیم که به هیچ وجه کیک نچسبه. کره رو کاملا به قالب آغشته کردیم. من از کره حیوانی استفاده میکنم. کره گیاهی معمولاً برای کیک و شیرینی استفاده نمیشه به خاطر اینکه کره حیوانی یک طعم خوشمزه‌ای به کلاً غذا، کیک و شیرینی میده. به همین دلیل از کره حیوانی استفاده میشه. اینم قالبمونه الان که کامل کره‌ای شده و الان میذاریمش توی فریزر. خب الان قالب رو میذاریمش توی فریزر که بعد بریم سراغ مخلوط کردن مواد. حدود 7-8 دقیقه این قالب توی فریزر باشه کافیه. خب الان 4 تا تخم مرغ رو میخوایم بشکنیم که با شکر مخلوطش کنیم. شکر، هل و وانیل که خب این کیکمون رو خیلی خوشبو و خوش عطر میکنه. تخم مرغا و کلا همه مواد بهتره که یه مدت بیرون از یخچال بمونن که به دمای محیط برسن. بعدش شروع کنیم به مخلوط کردن مواد. نتیجه بهتر میشه. الان شکر رو به تخم مرغ اضافه میکنیم. بعدش هل و وانیل و شروع کنیم به مخلوط کردن. درجه همزن رو بالاترین درجه میذاریم و این مواد رو انقدر به هم میزنیم تا حجیم بشه و یه بافت خیلی نرم و لطیف پیدا بکنه. خب همونطور که میبینین حجم زرده و شکر چند برابر شد و این حالت کشسانی رو پیدا کرد. یعنی دیگه آماده است و کافیه.
خب مواد لازم رو که کلا توی کپشن واسهتون می نویسم با حالا درجه فر و چیزای دیگه جزئیات. الان میخوایم کره رو بریزیم توی شیر و گرمش کنیم در حد اینکه فقط کره ذوب بشه، یعنی نیازی نیست که جوش بیاد. حالا هم روی گاز میشه این کار انجام داد، من توی مایکروویو انجام میدم، خیلی آسون‌تره، ظرف کمتری کثیف میشه و نتیجه هم دلخواهه. خب شیر و کره رو میذاریمش توی مایکروویو، فکر کنم 3-4 دقیقه‌ای این کره آب میشه و آماده است. خب شیر و کره رو از مایکروویو آوردیم بیرون، میبینیم که جفتش گرم شده، کره آب شده. حالا یه کوچولو مخلوطش میکنیم که اضافه کنیم به مواد. شیر نباید همونجور که گفتم دمای جوش باشه، باید گرم باشه که این تخم مرغی که حالا ما میخوایم بهش شیر رو اضافه کنیم نپزه. باید آروم آروم با همزن هم بزنیم و شیر رو اضافه کنیم. خب کافیه. دور همزن و الان دیگه خیلی خیلی کم، همون شماره 1 برای من کافیه، یا اینکه میتونیم حتی با دست تو این مرحله مواد رو مخلوط کنیم که این پف زرده نخوابه. شروع میکنیم. در همین حد کافیه. خب الان دیگه نیازی به همزن نداریم، میتونیم این پره ها رو جدا کنیم. الان مرحله اضافه کردن آرد به مواد، آرد و بیکینگ پودر. خب دیگه تو این مرحله ما نیازی به همزن نداریم برای اینکه پف مواد نخوابه. نکته اول اینه که بیکینگ پودر رو به آرد اضافه کنیم و مخلوطش کنیم، نه اینکه مستقیم بیکینگ پودر رو روی مواد کیک بریزیم. حتما باید با آرد مخلوط کنیم، بعدش الک کنیم. آرد رو کم کم به مواد کیک اضافه می کنیم، آرد و بیکینگ پودر که با هم مخلوط شدن. الک می کنیم. حتما باید آرد رو الک کنیم چون به بافت نرم و پوک کیک خیلی کمک میکنه. تو این مرحله دیگه باید با لیسک مواد رو ترکیب کنیم که پف کیک نخوابه. همین که آثار آرد از روی کیک محو شد کافیه. ادامه میدیم و بقیه آرد رو الک میکنیم. بقیه آرد
مواد کیک رو بهتره به شکل دورانی مخلوط کنیم و خیلی آروم و آهسته. از ویسک استفاده نمی کنیم، بهتر از لیسک استفاده کنیم. همه این کارا برای اینه که پف کیک نخوابه. خب الان مواد کیکمون آماده است. فرم که گرم شده، قالبم آماده توی فریزره. الان میاریمش بیرون و مواد رو میریزیم توی قالب. قالبمون که کره مالیده بودیم و رفته توی فریزر این شکلیه و آماده ریختن مواد. بخوام از حسم بگم، خیلی حس غریبی دارم که الان جلوی دوربینم و دارم با شما حرف میزنم. یه کوچولو برام سخته همزمان صحبت کردن و کار کردن. خب چون عادت ندارم، من چند سال ویدیوهای ASMR گرفتم که سعی کردم بیشتر صدای جذاب غذاها رو روی ویدیو بذارم و صحبت نکنم. الان یه کوچولو برام سخته، ولی خب با حمایت شما از ویدیوها و نظراتتون که برام می نویسین باعث میشه که ادامه بدم و انگیزه بشه برام. حتما نظراتتون رو واسم بنویسید، خوشحال میشم. خب همونطور که گفتم فر رو از قبل گرم کردیم، الان آماده است. دمای فر 160 درجه سانتیگراده که به مدت 50 دقیقه لازم کیک رو توی فر بذاریم تا حسابی روش طلایی بشه. بین 40 تا 50 دقیقه کافیه. نکته اینه که بین پخت کیک در فر رو باز نکنیم. حداقل تا 30 دقیقه اول نباید در فر رو باز کنیم و کلا هم نیازی نداره درش رو باز کنیم. همون 40-50 دقیقه روش حسابی خوش رنگ میشه و آماده است. نگم براتون که چه عطر و بویی پیچیده تو خونه. بوی خوش عطر کیکمون. بعد از 50 دقیقه کیکمون آماده شده. میذاریمش که سرد بشه حسابی، بعد برش میگردونیم. میریم برای قسمت هیجانی برگردوندن کیک. ایشالله که برگرده و روسفیدمون کنه. ظاهرش که خیلی جذابه. امیدوارم که بامون را بیاد. روی این توریه میخوام برش گردونم که بعدش هم دیزاین کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یس. جی 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 جی. چقدر خوش رنگ شده. وای شکل حلوا شده. به به. بریم برای دیزاینش. خب بریم کیک خوشگلمون رو دیزاین کنیم. من پودر قند و توت فرنگی رو انتخاب کردم برای دیزاینش، ولی خب شما میتونین هر چیزی که دوست دارین، هر میوه‌ای که حالا تو اون فصل هست استفاده کنین، یا مثلا شکلات سفید و آب کنید توی مایکروویو و اونو این حالتی بریزید روی کیک، اونم خوشگل میشه. حالا میریم که این پودر قند رو بپاشیم روی کیک خوشگلمون. انگار برف اومده رو قله های کیک شیر داغ. بسته دیگه. چند تا دونه توت فرنگی رو قاچ کنم برای دیزاین روی کیکمون. خیلی به 4 قاچ کردن علاقه دارم. ببینیم چطور میشه. صورت نامرتب.
یه دونه دیگه. صاف و صوف برش بخوره. چقدر خوش رنگه. یه توت فرنگی دیگه هم لازم داریم. اینم چارقاچ کنیم و بذاریم اینجای خالی. به نظرم که خوشگل شد. شما هم نظرتون رو برام حتما بنویسید. خب بریم برای برش زدن کیکمون ببینیم توش چه خبره. با چاقوی جدیدمون که تازه گرفتمش میخوام افتتاحش کنم ببینم چی میشه. باش باز شد. خب نمیدونم خاطره شما از کیک تو دوران کودکی چیه، ولی من یادمه که هر موقع خالم یا عمم واسم کیک میپخت خیلی دوست داشتم که این کیک رو قبل از اینکه پخته بشه خامشو حتما این ته ظرف کلی برام بذارن که من با انگشت برم تو ظرف. ببین چی شد. کیک نرم و پنبه‌ای ما. به به. توت فرنگی هم افتاد. دوباره میذاریمش سر جاش. خب بخوام نظرم راجع به این چاقوه بگم، به نظرم که خیلی عالیه. بدون هیچ فشاری کیک رو میبره و میره پایین. هیچ آسیبی به بافت کیک نمیزنه چون مخصوص نان و کیک هست. دوباره ببینیم کیکمونو. خیلی خوب شد. جاتون خالی. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین، وقت گذاشتین، تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین. میدونین که اولین تجربه‌مه، مسلماً از این به بعد بهتر میشه. البته با کمک شما، حمایت شما، کامنتاتون، سابسکرایب، از این قرتی بازی‌ها. خلاصه که مرسی. منم برم این کیک رو تست کنم ببینم چطور شده. بافتش که خیلی نرمه. بریم بچشیم ببینیم خودش چطوریه، چه مزه‌ای میده. عالی. ویدیو بعدی و خوراکی بعدی. خدا نگهدار.